دیگه از قاعده 182 است که ملحدی نبشناسیم. الحاد چی هست؟ الحاد در لغت به معنای میلان است. مثلا ملحد کسی است که میل میکنه. ما شما می قبر هم کس میگه که قبر عادی هست یا که قبر لحد است. چرا لحد است؟ که تو میکن باز که خوب کردن باز تو میل میکنن، باز دی بغلک میکنه، باز مرده رو تو دی بغلک تو میمانن. دیده نه؟ اینه قبر لحد میگن. لحد به معنای چی است؟ میل کردن است. و در اصطلاح میل کردن است از راه مستقیم به طرف راه غلط. اما رسول الله صلی الله علیه و آله خط کشید، این قسم خط کشید، گفت این صراط مستقیم از پالوشی طرف یک خطکای خرد خط کشید، باز این قسم خطکای خرد طرف در زمین کشید. صحابه را گفت که اینی راه راست است. اینی خطکای کی طرف کسی چی است؟ این راه های است که در سر هر راه یک شیطان شیشته. پس ملحد کسی است که از این راه مستقیم چی کردن؟ در این طرف و این طرف رفتن. این حالی شیطان ها کی هست؟ شیطان ها زیاد است. گاهی شیطان در لباس لینن میه، گاهی در لباس مارکس میه. سر یک سرک لینن شیشته، سر یکی مارکس شیشته، سر یکی هتلر شیشته، سر یکیش ماسولینی شیشته، سر یکیش مثلا قوم پرست شیشته. این همی قسم. پس این حال اقسام ملحدین دارای چند قسمه باشه. مثلا قسم اول ملحدین دهری ها هستن که در قرآن هم گفته شده که وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما را می طبیعت پیدا کردن، اینم تو پیدا شدیم، اینمی زندگی دنیاست، پیدا میشه میموریم و اینمی طبیعت ما را هلاک میکنه میره دیگه، هیچ آخرت و گپا نیست. این یک قسم از ملحدین به نام چی هستن؟ دهری ها. جاسیه آیت 24. دوم قسم از ملحدین زندیقا هستن که یا در سابق بودن. زندیق یک تعداد وقتی که مسلمان ها در منطقه فارس آمدن، این غالبا برای مردم های فارس که او وقت افغانستان و ایران و تاجیکستان و آذربایجان و این منطقه شامل از این امپراتوری فارس بودن، اینجا که مسلمان ها آمدن که بسیاری کسایی که مسلمان واقعی بودن مسلمان شدن، کسایی که بیدین بودن و کافر بودن و به حساب اسلام قبول نکردن بازی ها زنادقه بودن، ما را زندیق میگفتن. ظاهرا مسلمان میگفتن ما هستیم، باز پشت سر میرفتن آتش پرستی میکردن. مثل ابن المقفع. ابن المقفع یک کسی است که کلیله و دمنه را ترجمه کردن. این هم امتزم زنادقه بودن که یا چیز بودن. بازی زندیقا بسیار خطرناک کار کردن. کار خطرناکشان چی بود؟ یک زندیق یکی از خلفای اسلام گرفته بود و برش گفت که او خلیفه ما 12,000 حدیث ساختگی جور کرده. 12,000 دروغ ساخته چیز کردن. حالا بسیار اختلاف بین امت اسلام در چی است؟ منهج اسلامی است که قرآن خو الله را حفظ کرده، در او چیز نیست. در احادیث که است، حدیث صحیح است، حدیث ضعیف است، حدیث متواتر است، حدیث موضوع ساختگی است. پس ضعیف و اقسام مختلف داره موضوع. اینا رو علما درباره از این احادیث بسیار زحمت کشیدن. پس حالا برای ما شما هیچ مشکل نیست، مجرده که در مکتبه شامله بریم یک حدیث که برش نشته کنیم برای ما میگه که صحیح است، اینی ضعیف است، اینی ساختگی است، این حدیث نیست. مشکل چی است که بسیاری کسا که خود عالم میگه عالم نیست، همین احادیث چی رو میگیرن؟ ضعیف و ساختگی رو میگیرن و با صدای بسیار محکم است. او برادر پیغمبر گفتن، او برادر پیغمبر نگفتن، سر پیغمبر تهمت است، سر پیغمبر تهمت است. یک وقت ما در جای رفتیم کلان مولوی سه من گفتم چرا؟ گفت ما حنفی هستیم، پیغمبر برای ما گفته که حنفی باشه. خب در کجا گفته؟ ابو حنیفه السراج و امتی. خی شافی چیست؟ نه شافی به درد نمیخوره، حنبلی به درد نمیخوره، تنها حنفی. خوب خیزه کن میداد. من هم جوان بودم گفتم راست میگه دیگه. خیلی چیز دیگر روز که اومدم که تحقیق میکنم که در موضوعات خود علمای احناف که در احادیث تحقیق کردن مثل مولا علی قاری و اینطور علمایی که کتابا دارن میگن چیست؟ این حدیث ابو حنیفه سراج امتی این حدیث نیست، این یک گپ دروغین است که توسط متعصبین احناف سر رسول الله صلی الله علیه و آله تهمت شدن و رسول الله صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قصدن سر ما تهمت کنه،
این حال بسیاری کساس قصدن سر پیغمبر تهمت میکنن، سخن یک پیغمبر نگفتن او را به پیغمبر نسبت میدن. از این خاطر بسیار خطرناک است که سر پیغمبرها چی کنیم و شما. دیگه از جمله تصادف گرایا هستن. تصادف گرایا رو شما میفهمین که یک اشخاصی هستن که اونا میگن که جهان چی است؟ تصادفی است. ملحد هستن، الله را قبول نمیکنن، میگن که چی است؟ کل چیز تصادف است. مثلا پیشش بشینیم ببینید کامپیوترم است، تصادفی است. خب این ورد داره و هم تصادفی است. در بین کتابای من انداختیم یا هم تصادفی است. در این خط انستال کردیم یا هم تصادفی است. آخر میگه عالی خستاد ما از درس هم میتاک مجموعیم کو برن تو لو دستی خدا دل میگه خب بسیار لو دستی خود چیز نمیگیم تو ناکام میکنی. اکثر نه بچهای جوان کس از میفهمن که می لو دست خود از خاطر که ناکامش نکنه خدا چی میگیرن؟ چوب میگیرن. در حالی که هیچ چیز تصادفی نیست. چی تصادف است؟ هیچ چیز تصادفی در جهان وجود نداره. چی تصادف؟ امکلای ما تصادف است؟ نه بابا. این ساعت ما تصادف است؟ نه تصادف نیست. این یخن ازی تصادفی است؟ هیچ چیز تصادف نیست. خیلی وقتی که یخن تصادف نیست، ساعت تصادف نیست. این اعضای بدن انسان که به شکل اتومات 24 ساعت کار میکنه اگر تصادف میبود خب باید تو میبود مثلا یک دارن غارک میبودم تا چشما زده میشد. یک نفر فکرش نمیبود که یک دفعه چشم در فرقش میرسه میگه وی انس میبود چرا انس جان چشم در گوشت است. فالا استاد من فکر نبودی قسمی 6 تا بدم که همین تصادف که همین چشم آمد در بغل من اینجا خورد. یکی دیگر میگه تو چرا پشت سر شیشتی چپم والا همین چشم من تخته پشتم است. تصادفی نمیگه هر جایی که خورد. اما اینکه چشم کلگی در رویش از بینی کلگی است. یگان تا میگه که تصادفی بینیش در آسمان آمده. میاد دست که شما دان والا پر است. چرا باران شد؟ همین دان مزه پر شد. خب تصادف است دیگه. اما اینکه بینی کلگی سوراخ‌های طرف پایین است. متوجه هستین؟ پیش کلگی جور است. ها؟ سایز کلی چیز مثلا میای سرت مثلا چی میشه؟ هیچ چیز تصادف نیست. حالا رو که خو میبرد اصلا تصادف است؟ نه تصادف نیست. شب سعی خو نکن آرام خو است این حال کسی یا همون تو چاقک است تو عادتا یعنی قسم عرجه که ششته خو کرده دیگه آلی جمع کرد با ما خو با خود خو با خلق خدا خو ای دوست بگو تا با کجا خو شعر مترس نه با ما کجو با خود کجو با خلق خدا کج. این حال این تصادف است. این حال یخیدی تصادف بعضی کساست که الله شرماندهش عقل هم داره. هیچ چیزی در جهان تصادف نیست. در خانه یک کسی میری میگه والا ما تصادف برابر شدم خانه شما بریم. نه رزق برای تو نوشته بوده اون نفر دیدی او رفته اونم رزق گرفته آورده تو را برده اونجا خوردی. تصادف نیست. هیچ چیز در جهان تصادف نیست. این که ما تو نمیفهمیم بلکه اونجا همه چیز برای انسان مقرر و مقدر است و برای هر انسان که حرکت میکنه هیچ چیز تصادف نیست. هیچ چیز. آیا شما ازدواج تصادفی میکنید؟ نه. شبها فکر میکنید تا که ما همسر آینده خدا کی اختیار کنم. نه والا سر ما کردیم خالگک تصادفی دیگه برابر شدیم. هیچ همی معقولیت در این تصادف نیست. لیکن بعضی کساس اینمی چی از دیگه کله خدا همی عربا که یگان وقت یگان تو درس نمیفهمید درس میگفت یگان تو میگفت فهمیدی میگفت والا من نفهمیدم. انت سکرت مخک میگفت تو مغز تا قلف کردی. سکرت مخک میگه مغز چی کردی؟ قلف. از تو دیگه گپ زدن نمیشه. بعضی کساس مغز خدا قلف کرده خدا دلودگی زده این نمیشه. چهارم قسم از ملحدین سیکولرها هستن. سیکولرها کسایی هستن که و میگن که به عوض دین باید قوانین از انسان ها باشه. سیکولرها که هستن در قرآن میگه سیکولرها رو تشریح میکنه که افرأیت من اتخذ الهه هواه. اله یعنی کسی که او را عبادت میکنن و قانونش رو تطبیق میکنن کی است؟ نفس خدا گرفتن. این حال وا میگن که نمی نفس ما هر قسم که قانون ساخته یا خلاص اونم درست است. یا سیکولر هستن. با سیکولرها دو بخش دارن، یکی سیکولرهای شرقی است یکی سیکولرهای غربی هست.
سیکولرهای غربی اروپا و امریکا هستن که مکتب از اینا به نام مکتب پلورالیستی میگن، پلورالیسم میگن. اینا میگن که دین باید در ساختار دولت جای نداشته باشه، اما اگر فردی که از دینداری میکنه دلش، اما در دولت آوردن هم میتونی، در کابینه، در قوای مقننه، در قوای اجرایه، در قوای قضاییه دین باید نباشه. در پوانتون و مکتب و اینجا باید دین نباشه. خب این سیکولرهای غربی هستن و سیکولرهای شرقی اینا مکتب سوسیالیسم. سوسیالیست ها واسی است، این باز از یا کده افراطی تر است. اینا میگه هیچ دین باید نباشه، نه در ساختار قوای مقننه و قضاییه و اجرایه، بلکه حتی فردی هم ما دین اجازه نمیتیم. ای که تو ریش داری تو باید کشته شوی، باید فردم نباشه. از این خاطر در کشورهایی که شوروی تطبیق شده یاده که بر ضد دین اما تو 100% چی کردن. کمونیستا بسیار خطرناک بودن، به خاطر کشتن یک نفر در زمان کمونیستا. حالا خب زبانهایشان تیز از چالاک هستن و که ترک سازش میکنن که غربی ها و ترا گپ میبرن. لکن یا یک وقتی که ما در مدرسه بودیم و در پوانتون درس میخوندیم، اینمی ریش دادن برای کشتن یک نفر ریش داشتن کافی بود. چرا میگفتو دیندار است؟ هر کس که دیندار است و ضد نظام ما هست. پس اینا چی هست؟ که سکولاریسم شرقی است و یکی غربی، پلورالیستا و سوسیالیستا و کمونیستا. پنجم قسم از جمله ملحدین دموکراتا هستند. دموکراتا هم یک بخش عظمی بخش اندیشی خود یا مذهبی مکتب پلورالیستی یا کمونیستی میگیرن. اینا هم بگن که حکومت مردم توسط مردم برای مردم، یعنی در مرجع تقنینی شریعت قبول ندارن. اونا میگن شریعت عقل انسان و نفس انسان است، خود انسان است. از این خاطر یا زیادتر میگن انسان سالاری. فهمیدی؟ یعنی ما 5 قسم سالاری داریم. شما خانه نه، یکی خالق سالاری است، یکی پدر سالاری است، یکی احبار سالاری است، یکی رهبان سالاری است، یکی انسان سالاری. فهمیدی؟ یعنی این 5 قسم شما خانه. خالق سالاری ما میگیم ان الحکم الا لله، حاکمیت مربوط کی است؟ الله است. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. پدر سالاری است که در عصر جاهلیت میگفتن و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. یک آیت میگه الفینا، در دیگهش میگه وجدنا. یکیش در سوره بقره است، یکیش در سوره لقمان است. این پدر سالاری است. چیزی که پدرای ما گفتن، نیاکان ما گفتن، بیادر ما دین پدری خود ترک نمیکنیم. حالا یک تعداد ملاقات ها پیدا شده میخوام میگن نه پدرای ما را چیز. پیغمبر میگفتن که نه تی محمد آمده که چند نفر علما برش ایمان آوردن، حالا آمده اجداد ما را، قوانین اجداد ما را از بین میبرن. یا پدر سالار بودن، همون رواج ها و کلتور رنات. قسم سوم احبار سالاری بود که یهودیا که تا شریعت موسی علیه السلام ترک کردن، عوض شریعت موسی اما ملاهای درباری که شکمای کتا کتا داشتن و برشان ضد شریعت موسی علیه السلام قانون می ساختن، تحریف میکردن یا میگفتن بیخی سیسه، یا احبار خدا پرستش میکردن علما را. در حالی که عالم مقیاس نیست، مقیاس کتاب الله هست. شما عالم در ترازوی قرآن و سنت ببینید، به قرآن و سنت برابر بدی ولی دوست ماست، نبودی خلاص هستی. یا میگن نه اینمی عالم که هر چیز گفت این احبار ماست، این که گفت که شراب بخورین ما شراب میخوریم. یک تعدادیش رهبان سالار بودن. رهبان کی بودن؟ رهبان راهب و راهبه کسایی بودن که ترک دنیا میکردن. میگفتن ما ترک دنیا کردیم در کلیسا هستیم. این کفتر نخوری که کفتر شاید شمشیر است میکشید. الله کفتر حلال کرده، راهب صاحب کفتر نمیمانه بخوری. صحیح نه؟ الله گفته گوشت گوسفند بخورین، میگه نه تقوایت باز خراب میشه، کباب باید نخورید. پیغمبر خود ران گوسفند کباب کردن خورد. او چطور است؟ این میخواد که تقوای خود از پیغمبر خدا چی کنن؟ بالا کنن. اینا پیغمبر ازدواج کرده، میگه نه اگر میخوای با تقوا باشی کمرت بسته کن. جوانای کمر بسته یک وقت برآمده بود بازار کمر بسته، ما ازدواج نمیکنیم. بازی‌ها دروغ میگن، چون
خواسته های جنسی هر کس داره. این اگر ازدواج نکرد باز که ببینی قرار هم راهب صاحب دیگه در زیر خانه کلیسا در آمده، باز اونجا غم خود باز خورده. این حالا چی هسته؟ این چی هسته؟ پس انسان سالاری؟ احبار سالاری. قسم پنجمش انسان سالاری است. انسان سالاری می دموکرات ها هستن، یعنی که افرأیت من اتخذ الهه، ببینه اله معبود خود کی رو گرفته؟ هوا خواسته های نفسیش است. مثلا قانونشان چی است؟ حکومت مردم توسط مردم برای مردم، زنای مردم توسط مردم برای مردم، شرابخوری مردم توسط مردم برای مردم، همجنسگرایی مردم توسط مردم برای. خلاص چند تا میشینن ولی همه همجنسگرایی چطور است؟ کاکا دیگه اعضای پارلمان بازی میگه والا خوب چیز است، خلاص بخیزین قانون بزن، با قانون بزن غالب مرد میتونه با امرای مرد چی کنه؟ ازدواج کنه. تب افرأیت من اتخذ الهه هوا، خواسته های نفسش است. دیگه از که نفسش گفت که شراب و قسم ای پیچیده. ششمی قسم از جمله کسانی که چی هستن به حساب ملحد هستن، فلاسفه وجودی هستن. فلسفه وجودی دو قسم است. یک قسمش نصرانی ها هستن که اونا به ایمان و دین را باور دارن. یک قسم فلسفه وجودی الحادی هست که این به نام جان پل سارتر رهبر ازی بود. این میگفت که انسان مطلقاً آزاد است. فهمیدین؟ انسان مطلقاً آزاد است، دلش که هر چیز کرد. این فلسفه است. هیچ چوکات موکات باید برای آزادی نباشه. اسلام کسی یک چوکات داده، تو آزاد هستی لکن داخل یک چوکات، اخلاق فراموش نمیکنی، عفت فراموش نمیکنی. سیز نه؟ یا میگه نه هیچ چوکات او سپرتی، خلاص هر چی که کرد ولو که رفت اونجا در جنگل کت حیوانات هم ازدواج کرد میگه آزاد است. این فلسفه چی است؟ وجودی الحادی است. هفتمش که از فلسفه عقلگرا هست که اینا میگن که اساس رسیدن به حق عقل است، ما دیگه چیز قبول نداریم، وحی را قبول نداریم. هشتم قسم از ملحدین کسایی هستن طبیعتگراها هستن، همین کسایی که میگن که طبیعت ما را چی کرده، یعنی تو خلق میشه. قسم نومش داروینی ها هستن. داروینیسم هم یک کسی است که او تبدیلی نواره، میگه انسان اصل شادی بود، بالاخره از شادی مبدل به انسان شد. این یک نظریه هست. میگه چه وقت شد؟ میگه 2 میلیون سال قبل، در حالی که ساینسی رو نمیگه. اون روز من که یک استاد ساینس جربه بحث داشتم سر از این مسئله. ما گفتم ببینید شما در ساینس میگن که ساینس عبارت از چی است؟ ساینس انسان مثلا یک مسائل است که ایره چی میکنه؟ پیش خود تخمین میکنه، پیش خود میگه، باز میبریز در لابراتوار. من این کار فکر میکنم که نمی H2O کست، مثلا آب کست چی هست؟ هیدروژن است همراه دو تا چی؟ اکسیژن. پس این میره در لابراتوار چی میکنه؟ تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، بالاخره نتیجه میده. یعنی ساینس که از فرضیه و تجربه هست. من گفتم خب ساینس همی هست دفاع. خب شما میگین که نظریه تغییر نوع، یعنی انسان از شادی به انسان مبدل شد. حالا دو میگه که سیز نه؟ بگی به حساب قاعده ساینسیت این یک فرضیه شد، بگی برام در لابراتوار تطبیق کن. نه 2 سال 200 سال پیش، 2 میلیون سال پیش شده، 3 میلیون سال پیش شده. این ساینس نیست. این در ساینس دروغ داخل کرده، به خاطر از اینکه این تطبیق کرده نمیدن. من میگم که تو میگی که 2 میلیون سال پیش شده، این ساینس نیست، این تاریخ است. تاریخ هم دروغی، تاریخ هم نیست، چرا اسناد تاریخی نداره. پس این نداره. اما چی کردن؟ چون چالاک هستن و فلان هستن، به نام ساینس در بین مردم چی کردن؟ رواج دادن. در حالی که ساینس ثابت کرده وقتی که ساینس یک چیزی را در لابراتوار آورده نتونست، این ساینس نیست. ساینس وظیفه‌اش نمیاد. فرض میکنی، فرضیه رو میاری چی میکنی؟ در لابراتوار تجزیه میکنی. اگر نتیجه داد ساینس هست. من مثلا میگم برای مرض HIV به نظر من زیتون بسیار خوب فایده میکنه. زیتون فایده میکنه، بله. ساینسدان هستی، بله. بیار در لابراتوار، میاریم زیتون در لابراتوار تجزیه میکنیم، میبینیم که زیتون برای اگر نتیجه داد
آن سر مریضا تطبیق میکنیم. این سر 100 مریض تطبیق کردن فایده کرد نداد، میگه نه نیست خلاص نظریه تو فرضیه تو چی است غلطه. سید ساینس میگن. حالا چی میگن؟ میگه انسان شادی بود به چی تبدیل شد؟ به انسان. بگید لابراتوار پرتو یک شادی رو بیار پرتو، ها برای چی جور شد؟ انسان جور شد. حالا نمیتونیم. چرا نمیتونی؟ نه خود 2 میلیون سال پیش تو خیلی خیلی اینی گپای دونه هست. دومی قسم از ملحدین قوم پرستا هستند. قوم پرستا کدام مردم هستند که اونا زبان و قوم و قبیله و اینی گپا را نسبت به دیگه کل چیزا ترجیح میتن و اساس ارتباط انسان ها را چی قرار میتن؟ قوم پرستی نشنالستا هستن. و یا قوم پرستا چرا کافر هستن؟ به خاطر از اینکه در قرآن صراحت آیت قرآن است که یا ایها الناس ای مردم انا خلقناکم من ذکر و انثی. الله میگه که ما شما را خلق کردیم از یک زن یک مرد. فکر بتون باشه وقتی که الله میگه انا خلقناکم اینجا ضمیر جمع استعمال میکنه. الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما جایی که الله عظمت خدا بیان میکنه و میگه انا نحن نزلنا الذکر، ما این قرآن فرستادیم. اینجا اسلوب تعظیم است. ایناله مثلا هارون رشید وقتی که نقفور یک پادشاه چیز بوده، حاکم امپراتور جدید در روم مقرر شد، قبل از یک زن امپراتور بود. حکومت امپراتوری روم برای هارون رشید جزیه میداد. فهمیدی؟ سالانه چند میلیون. این نقفور که آمد برای هارون رشید نشته کرد که ای هارون رشید، او یک زن بود تو را بازی داده بودی، من مرد هستم. فهمیدی؟ مرا چی کده نمیتونی. او پیسایی که قبلا هم گرفته بودی او را هم رد میکنی و دیگه در آینده از پیش ما این گپا نمیشه. اگر نکردی باز بین ما و تو شمشیر است. هارون رشید نشته کرد نحن هارون الرشید. هارون رشید این اسلوب چی است؟ قوت خدا و عظمت خدا برای این نشان دادم. ختم دادم نشته است نحن هارون رشید. برش گفت که من امیر المؤمنین هارون رشید الى کلب الروم. همون تو برش نشته کرد. پشت خطش نشته کرد من هارون رشید الى کلب الروم. برش گفت که من نمیگم که من چیز نمیگم، فقط شرط سترا میبینی. خطا که برای این نفر داد که ببر برش. گفت لشکر گفت آماده حرکت کن. آمدن صاحب چه زدن نخفور تا جای دوام دن که بالاخره نخفور گفت که چی است دو چند از اون فعال من صاحب آماده هستیم. حال آماده هم هستیم. حال به او اندازه گفت صاحب خود زن بود تو مرد هستی. از تو دو چند از تو که 3 میلیون بود از تو چی است؟ 6 میلیون. اگر این بر تمپراتوری تا در کجا میده بارزو باز کن انت مسلمان ها که پیدا شونده که نقفور دوانی کنه. ما شما خود نقفور خوراسیم. ما شما رو نقفورا او کده. ما شما نقفور زده هستیم. ما رو نقفور میدواندن. ما شما رو نقفور میدوانه. یعنی مشکل ما شما دیگه است دیگه از این خاطر. پس خلاصه گپ سر ازی بود که الله اینجا عظمت خدا بیان میکرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای مردم الله میگه ما شما را خلق کردیم از یک زن و یک مرد. و جعلناکم شعوبا و قبایل. ما شما را شعب قبیله قوم این به خاطر و جعلناکم شعوبا و قبایل. چرا؟ لتعارف، تا که بشناسید که اینی از هرات است، یا از مزار است، یا از چخچران است، یا مثلا عرب است، یا عجم است، یا از فلانی منطقه است، یا از فلانی قریه است. تا که چیستان مولد این اکرمکم عند الله پیش الله با کرامتتان کی است؟ با تقوا است. قوم پرستای آیت نمیپذیره. قوم پرستای پشتون مکتشان شیشتیم بازوا میگه چه بختونی چه دوده تا نان وویل انسان نده. بس بگه لا اله الا الله میگه. پیش فارسی وان که بشینی قوم پرست میگه نانه که دوده گفت دویش آدم نیست. لفظ عرب است. فارسی شیر و شکر است. مثل ما هستیم. پیش ازبک قوم پرست که بشینی میگه
ازبک یخشی. من میگم ما ازبک نیستم لا اله الا الله میگه که لا اله الا الله میگه یوق. ما کافر خدا قبول داریم لکن تو را قبول اینا. این کسایی که قوم پرست، عربای قوم پرست، اینمی قذافی کافر بود. من 7 سال حکومت قذافی درس خوانده لکن میفهمیم کافر است. چرا میگه نحن نناضل من اجل القومیة العربیه، ما مبارزه میکنیم به خاطر قوم عربی. کفر میگه، به خاطر الله نمیگه. هم پانتونم ساخته بود به خاطر زبان عربی ساخته بود، نه به خاطر اسلام. جمال عبدالناصر میگه القومیة العربیه. صدام حسین کافر بود. الله حسین من لوده است، فهمیدی؟ نمیفهمم. صدام حسین نام بچه خود قصی عدی مانده بود. چرا عبدالله و عبدالرحمن نمونه؟ ما که هستیم میخوایم که قوم عربه که یال مردن یا را پس زنده کنیم. چه وقت زنده میشه؟ مطابق عصر جاهلیت. با نام های بچه های خودم از نام های مانده بود که عربا در عصر جاهلیت میمونه. قصی عدی این نام ها رو اینا یا کلشون کافرهای قوم پرست عرب بودن. یعنی آل بازی ها آمدن عالم قوم پرست ها را که ببینی عکسای یعنی کافر ها را مثلا سرکرده از یا جمال عبدالناصر بود در رأس حزب بعث یک نصرانی بودید. نصرانی ها جور کردن تا مسلمان ها را به این شکل ضعیف بسازن دیگه. نال اینیا کسن این قوم پرست ها کسن اساسشون چی هست؟ میشیل افلق میگفتن. میشیل افلق این مؤسس بعث از حزب بعث. حال بشار الاسد است. بشار الاسد هم کافر است به خاطر که حزب از اینا بعث است و اینا به خاطر الله مبارزه نمیکنن، به خاطر قومیت. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که خدا از این مشکلات خلاص کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.